خب بیا اینجا مهندس، اینجا که گفتیم نوتبوک S533J. خب این از این. خب اینجا چی نوشته؟ ویوو بوک S14 S15. حالا فرض کنید اینجا ویوو بوک سری S. خب اینجا بردش چیه؟ X521 JQ 3 در 1. مثلا i7 دوره خودش بوده دیگه. خب این الان i7 که بردش کلا اینقدر، ببینید یه تیکه برد جدا باشه برای USB. اینم فن مثلا گیمینگشه، این فنشه مثلا خیلی خنک میکنه. اینم رمش چاپیه، فرض کنید دیگه قابلیت ارتقا رم دیگه کلا نداره. خدا به شما. اینم SSD یه دونه اینجا میتونید داره که جاش داره که مثلا اینجا بذارید. اینم کارت گرافیکش حالا 2 گیگ یا 4 گیگ من نمیدونم. فعلا که روشن نمیشه یا میشه یه سری مشکلاتی داره. اون جدا. این میشه پس قسمت برد کار که خیلی بزرگه و خیلی حرفه‌ایه، شما قابلیت ارتقا رم نه هیچی هم نداره. از اون ور این فن مزخرف که به این نازکی چی میخواد خنک کنه که من نمیدونم. دیگه قسمت عمق ماجرا اینه که وقتی شما اینو میبندید، این فرض شما اینجا بستید. اینجا که سی پی یو اینا هست. سی پی یوش از کارت گرافیکش اینجا هوا میکشه مثلا. خب این بدبخت این فن از هوا از کجا؟ از اینجا هوا رو بکشه بزنه اینجا بعد از اینجا بره بیرون. فرض کنید این فنش خودش هواکش نداره که هوا رو بکشه تو حداقل بری بیرون. بعد لپتاپ یک ساعت دو ساعت طرف کار میکنه میسوزه بعد میگه چرا تصمیم نمیدی کنه. این هم از کیفیت